سلام و صد سلام به همگی. آقا این روزا آخوندا موندن چه غلطی بکنن؟ موندن عزای زهرخوران سیدعلی رو بگیرن یا جشن دهه زجرشونو. پیشنهاد موشکاف اینه که تو این اوضاع قاطی پاتی آخوندا هم زجر رو هم زهر رو با هم قاطی کنن، یعنی یه چیزی تو این مایه ها. اون جد و پدر جد دیو بود، اما حالا بچه دیو 80 ساله که کوسه باشه اساسی گذاشته پشت سیدعلی تا هرچه زودتر باقی جرعه‌های زهر رو بریزه تو خندق بلا. اکبر شاه که این همچین نم نمک داره سر و کلش تو تیویریش پیدا میشه، این بار دست کرده تو خورجین اباطیلش تا از مناسبت 22 بهمنم یه ماستی واسه مزه زهر دست و پا کنه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای جلسه گفت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سایه وحدت کلمه، همدلی، تدبیر و یکپارچگی و نهایتاً رحمت و لطف خداوند به پیروزی رسید و امروز نیز با وحدت و همدلی مسئولان و مردم و پرهیز از تفرقه این انقلاب مسیر خود را با سرافرازی ادامه خواهد داد. وقتی کوسه از وحدت و همدلی و پرهیز از تفرقه حرف میزنه، منظورش اینه که اوی سیدعلی به تیغ کشات بگو خلاف کنن، هوا پسه، همه تون اجماعاً بیایید زیر قبای بنده چون زهر رو میخوایم بزنیم چه زدنی. بعدم ظریفو میفرسته مونیخ تا قرار مدار مذاکره بعدی رو بذاره. توافق کردیم که ملاقات بعدی ایران و 5+1 در روز 28 بهمن در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار بشه این بار، تا بتونیم مذاکرات رو برای رسیدن به راه حل نهایی شروع بکنیم و در صورت وجود حسن نیت و اراده سیاسی در همه طرف‌ها به نتیجه هم برسیم. میبینی چه هولی میزنه؟ تازه این که چیزی نیست، کوسه معاون شیخ فری رو هم فرستاده قم تا آخوندای دونه درشت و دایناسورای کت و کلوف رو هم بیاره پشت خودش و ریش اونا رو جمعاً فرو کنه تو پاتیل زهر. معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز همچنین با حضرات آیات مکارم شیرازی، وحید خراسانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و جوادی آملی جداگانه دیدار و گفتگو کرد. معاون اول رئیس جمهور عصر امروز هم با حضرات آیات موسوی اردبیلی و سبحانی دیدار کرد. حالا درست وسط این لشکرکشی کوسه واسه دار و دسته سیدعلی یه خبری در اومد که بعضیا رو گیج کرد. خبر این بود: علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به توافق ژنو و درخواست نمایندگان برای آگاهی از جزئیات آن از رئیس جمهوری خواسته است تا رئیس کمیسیون امنیت ملی همانند سنوات قبل در کمیته پیگیری مذاکرات هسته‌ای عضویت داشته باشد. به دنبال این درخواست حسن روحانی نیز با این درخواست موافقت کرده است. به این میگن پروژه خر کردن دار دسته خامنه‌ای تو مجلس. بله، شیخ فری و لاریجانی با هم گاوبندی کردن تا یه جام زهری مادرزاد به نام بروجردی رو بچپونن تو تیم مذاکره تا هم دهن ولایت مداری مجلسی بسته بشه، هم خر نظام چارنل بره واسه کوف کردن باقی جام زهر. حالا اینجاست که سیدعلی باید بگه یکی از اون طرف خود من بودم، من مرض دارم، هی در سر دارم، این مغز تر دارم،
حالا وای 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 حالا وای 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 چرا حرف ما را باور نمی کنن؟ مسئولین نظام یواش یواش همه دارن جا میزنن. زیر فشار تحریم این استخوان شکسته. بمب اتم میخواهم، بمب اتم با مسته، بمب اتم با مسته. خسته شدم، یالا برو، باید برم، برو بابا برو پیش امام یا که بابام دور بابات. احسنتم. وای 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 وای